جزء اساسی موضوع بیانی بنده هم راجع به حقوق همسایه بود که خداوند متعال فرمان روان می کند از فراز آسمان ها توسط جبرائیل امین به پیغمبر علیه السلام برای ما و شما بندگان خداوند جل جلاله که حقوق همسایه را متوجه شوید، احسان با همراه همسایه‌تان داشته باشید، روابط خوب داشته باشید با همسایه، خوبی با همسایه بکنین، گزاره بکنین همراه همسایه، حقوق همسایه را متوجه باشید که پایمال نکنین، در حق همسایه ظلم نکنین. این احکام خداوند است بر بالای ما و شما مسلمان ها. حتی پیغمبر علیه السلام میفرماید که جبرائیل امین هر باری که می آمد راجع به حق و حقوق همسایه خیلی زیاد تاکید میکرد، راجع به حق و حقوق همسایه. میگه من فکر کردم که شاید که همسایه حتی از همسایه میراث ببرد، میراث از قریبی برده میشود که یک شخصی که وفات کرد میراث خورا مالش میراث میبرد. اینمی قسم زیاد میگه تاکید درباره حق و حقوق همسایه میکرد. من فکر کردم که شاید که همسایه از همسایه حتی اینکه میراث ببرد، از خاطری که حقوق همسایه خیلی مهم است، خیلی زیاد است علیه همسایه. کوشش کنیم که در این دنیا که زندگی میکنیم متوجه همسایه خود باشیم، که با همسایه خود احسان داشته باشیم و با همسایه خود ضرر نرسانیم، با همسایه ضرر نرسانیم، روابط خوب همراهش داشته باشیم. کوشش کنیم که به هیچ همسایه خود ضرر نرسانیم. این تنهایی نیست که می خانه که در پالوی تسی همسایه باشه دیگران نباشه. اینمی ماحول و اطرافی که ما و شما زندگی میکنیم همه یکی با دیگر ما و شما همسایه هستیم. کوشش کنیم که با همسایه های خود روابط خوب داشته باشیم و ضرر برای همسایه خود نرسانیم، ضرری جانی، ضرری مالی، ضرری لسانی. پیغمبر علیه السلام میفرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاره. کسی که ایمان به الله و به روز آخرت دارد با همسایه خود نیکی بکند. کسی که ایمان به الله و به روز آخرت دارد، مؤمن و مسلمان است، با همسایه خود باید میگه نیکی بکنه، ضرر نرساند. کوشش بکن که نیکیت به همسایه برسه، خوبیت به همسایه برسه، که همسایه از تو خوش باشد، که زندگی همسایه همراه تو به خوبی پیش برود. اگر تو با همسایه خود ضرر میرسانی، بدی میکنی، اوقات تلخی میکنی، بد اخلاقی میکنی، زندگی را سر همسایه تلخ میسازی، او بیچاره چی کنه؟ مجبوری که از این قریه کوچ بکنه برای. اگر اونجا هم برای که اون مردم هم مثلا در قریه دیگری همراه همسایه های بد باشه، روابط خوب نداشته باشه، از اونجا برای دیگه قریه، از قریه به دیگه، بالاخره کجا مردم بالاخره کجا بروند؟ اینمی روی زمین است که ما و شما زندگانی میکنیم، با همسایه خود رفتاری خوب بکنیم، ضرر نرسانیم، که تا اینکه آرام زندگی بکنیم، تا اینکه همسایه آرام زندگی بکنه در یک قریه، در یک محیط، در یک منطقه.